السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تنصیحت هستید، همیشه خوب مانید. خوش آمدید به کانال ما. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای کامنتار خوبتان. در اینجا امروز من یک نمود بولочки آسان آماده کردم. برای محصولاتش به ما لازم است 250 میلی لیتر شیر گرم کرد، به بالای 100 میلی لیتر آب گرم کرد، به بالایش 100 گرم شکر، به بالایش نیم قاشقچه نمک، یک قاشقچه ونیلین. به ما لازم است همین محصولات ها را نغز کک آمیخته کرده. 2 قاشقچه دراش را با 1 قاشق شکر اپاره کرده ماندم 10 دقیقه پیش. این را اکنون به بالای آردش انداخته همراه کرده خمیر میکنیم. آرد را کم کم میاندازیم برای آنکه خمیر ما سخت نبیاد. خمیر بولочка هرچقدر ملایم باشد همانقدر بولочки با مزه بیاد. همینطور خمیر میکنیم. در اینجا خمیر من آماده شد. من خمیر باید انمینتر ملایم بیاد. اکنون این را به پلیانکا پوشیده در مدت 45-50 دقیقه در جای گرم کک نگاه می‌داریم. اکنون خمیری ما آماده شد. من هیچ دعویکم بینید خمیری ما نغز کک رسید. اکنون همه این را به زبالچه ها تقسیم کنیم. همینطور به زبالچه ها تقسیم کرده همه این را یکته راست کرده میمانیم. 10-15 دقیقه دم میتیم. به پلیانکا پوشیده میمانیم 10 دقیقه 15 دقیقه. وقتی که دم گرفت بعد آرایش میدیم. من اکنون زبالچه هامان را یکدان گرفته این طور راست میکنیم. تونوک کم نباشد، قفص هم نباشد، این طور باشد. اکنون به این سلیویچنی مسله مالیده 1 قاشق شکر را این طور چاشیده بعد میپیچانیم. همینطور پیچانده اکنون از مابینش 2 تقسیم کرده بعد این طور آرایش میدیم.
چارلز والچی دیگرش را من با آن این طور آرایش دادم. یعنی بولاشکی ما دو نمود شد. من این طور آرایش دادم. اکنون من همه‌اش را پیچانده شده. برای رویش باشد 2 قاشق شیر و 1 دانه زردی توپ همراه کردم و بالاش همین طور مانده. دخافکه را کمتر در میگیرانیم. دخافکه ها گرم کک باشد. بعد دخافکه را کشته اکنون این را در مدت 15 دقیقه و دخافکه میمانیم تا که در دخافکه دم گیرد. همین رسیپت را حتما تیار کنید. خیلی سبکی با مزه بیاد. من بعد از 15 دقیقه از درون دخافکه من گرفته باز همان زردی تخم و شیرمان را این طور مالیده. بعد به دخافکه میگذارم در مدت 15-20 دقیقه در حرارت بلند نباشد 150 درجه 150-160 درجه باشد تا اینکه بولاچکی ما خام نماند. این طور زردی تخم را مالیده بعد به دخافکه میگذاریم. من در دخافکه نقص کک پخته ایستاده است. من بولاچکی ما تیار شد دخترا. در حقیقت ملایمی سبکی با مزه آمد. حتما شما برای اهل عائله خودتان آماده کنید. من هر دویش پخته شد. من هر دویش را نشان میدهم. من این دویم نمودی پیچاندگیم. من حتما برای فرزندای خودتان برای عائله خودتان تیار کنید. خیر دوستان عزیز در پناه الله مهربان باشید تا ویدیوهای آینده. خدا حافظ. خیر.